شیرینی خرمایی، یه شیرینی فوق‌العاده نرم و خوشمزه. ترکیب خرما، گردو و عطر دلانگیز دارچینی، طعم قدیمی که هیچ وقت فراموش نمیشه. با ماندگاری بالا مخصوص ایام عید ماه رمضان، روغن جامد یا کره رو با پودر قند 4-5 دقیقه خوب بزنید تا سفید بشه و کرمی بشه. دور ظرفتون رو حتما تمیز کنید، یه همچین بافتی میخواید. بعد تخم مرغ، وانیل و زعفران غلیظ رو اضافه کنید و 2 دقیقه دیگه با همزن بزنید. بعد از این مرحله 2 قاشق نشاسته ذرت رو اضافه کنید و نیمی از آرد رو اضافه کنید و یک کمی با همزن هم بزنید. آرد رو باید خیلی کنترل شده بریزید. خمیر باید فوق‌العاده نرم و لطیف باشه. حالا خمیر رو بذارین داخل نایلون و 1 ساعت داخل یخچال استراحت بدید. مواد میانی رو هم که توی کپشن میگم چیه رو آماده میکنیم. بعد از استراحت یه تیکه از خمیر رو بردارین و مابقی رو بذارین یخچال. به چند قسمت تقسیم کنین. گلوله های 12 گرمی من گرفتم. حالا هر گلوله رو باز کنین، از مواد میانی وسطش بذارین و خوب ببندین. اندازه مواد میانی باید نصف خمیرمون باشه. حالا خوب گردش کنین و بذارین داخل سینی. با قالب فشاری هر گلوله رو مهر بزنین و داخل سینی بذارین. اگر از این قالبا ندارین، آخر کلیپ ببینین با مهرم میتونین این کار رو انجام بدین. این شیرینی با اینکه درست کردنش خیلی راحته، ولی نکات خیلی مهمی داره که توی کپشن براتون نوشتم، حتما بخونید. داخل فرمیره، اینم آماده شدهش. بهتره که گلوله رو توی دستتون مهر بزنید تا ترک بر نداره. اگه روی میز بزنین حتما ترک می‌خوره. خمیرتونم خیلی ور زدین که به روغن میفته. امیدوارم این شیرینی خوشمزه رو درست کنین و لذت ببرین. این پست رو هم دوست داشتید بفرست برای عاشقان شیرینی. منتظر عکسای خوشگلتون هستم. نوش جونتون باشه. اینم بافت بی‌نظیرش. نظرش رو برام کامنت بذار. مرسی که همراهین.